داستان در مورد مادری به نام هجرانه که یه پسر بچه 2 ساله داره و توی یه خونه در شهر ینسی در استان جانانکی زندگی میکنن. مادر در حال پختن غذا بود ولی پسر 2 سالش مدام گریه و بیقراری میکرد. هجران برای آروم کردنش کیکی که درست کرده بود و بهش نشون داد و گفت ببین مامان چی برات درست کرده عزیزم. همزمان شوهر زن که اسمش عدنانه شیفت خود را در هتل اکسو تمام کرده و داره برمیگرده به خونه. اون برای پسر خودش یک کادو خریده تا سورپرایزش کنه ولی مادر در خانه هنوز درگیر آرام کردن بچه است. هجران پسر خود را به اتاق برد تا با اسباب بازی‌هایش بازی کنه. پسر آرام گرفت و مادر به شوهرش زنگ زد. الو سلام، یه کیک عالی درست کردم. همچین کدبانویی معلومه که یه کیک عالی درست میکنه. ممنون. بیرون چی کار میکنه؟ همش داره گریه میکنه. گذاشتم با اسباب بازیش بازی کنه. تنهاش نذار تا برگردم. باشه منم الان چای میذارم. خونه میمیرمت. منتظرم. خداحافظ. قوطی چای خشک از دست هجران افتاد کف آشپزخونه. بیرون هم در حال بازی کردن یه دفعه کمد اتاق به لرزه در اومد. انگار که یه چیزی داخلشه و میخواد بیاد بیرون. پسر مادرش صدا زد. مادر برگشت به اتاق که ببینه صدای چی. وقتی به اونجا رسید یه دفعه کمد افتاد روی بچه. مادر با جیغ و ترس و گریه با تمام توان سعی کرد کمد رو بلند کنه ولی کمد چوبی قدیمی که سالها اونجا بود سنگین‌تر از زور مادره. مادر بعد از دیدن خونی که از زیر کمد جاری شد فهمید که حال از کار گذشته.